بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله تعالى، وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك بما عرفت ربك، چون تو را گویند با کدام چیز یا که با چی یا که با توفیل چی تو پروردگارت را شناختی، فقل بآیاته و مخلوقاته، بس در جواب بگو که من وی را شناختم یا که پروردگارم را شناختم با آیات ها و با مخلوقاتش، با آیات و با مخلوقاتش. وقال الشارح الشيخ العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى: أنت قلت الله ربي، تو گفتی که الله پروردگار من است، او ربي الله، یا که گفتی به دیگه عباره که پروردگار من الله است. الذي رباني بنعمه، ذاتی که مرا با نعمتهایش پرورش کرد. ما هو الدليل على أن الله ربك، دلیل چیست که الله پروردگاری تو بوده است. الذي رباك بنعمه، ذاتی که تو را با نعمتهایش پرورش کرده است. جاء الشيخ بأدلة من الوحي، شیخ دلیل های از وحی آورده است. جاء اگر بعد جاء به آیت و جاء به معنی اجاء میشه. شیخ میگه دلیل های از وحی را آورده است و من العقل، و دلیل های را از عقل آورده است، کما سیاتی، چنانه که ذکر اونها در آیات خواهد آمد. فاذا قیل لك، بس چون تو را گویم بما عرفت ربک، پروردگارت را با چی شناختی. لأن من ادعى شيئا فلا بد ان يقيم الدليل على دعوه، چون که کسی یک دعوای چیزی را کند لابد است که دلیل قائم کنه به دعوای خودش. یک دعوا داره که من پروردگارم میشناسم، و در این دعوا تو دلیل چی داری؟ والدعاوى اذا لم يقيموا عليها ببينات اهلها ادعياؤه، دعواها اگر اهل اون دعواها بینات و حجت و دلیل و فکت قائم نکنن، به دلیل و اثبات بیان، اهل اون دعواها ادعیا همچون یک چیم دعواگران خالی هم دعوا میکنن، دعوای خالی دارن. ادعیا و ادعیا این به معنی مثلا همچون یک دعواگر، مثلا مدعیا. لابد لكل مدع ان يقيم الدليل على دعواه، لابد ضرور است برای هر یک دعواگر دلیل را به دعوای خودش قائم کند که انا دلیل من همین است، دعوای من همین است، انا کاغذ والا كانت دعواه غیر صحیحه، وگرنه دعوای او درست نمیشه. انت قلت، تو گفتی ربی الله الذي ربانی و رب جمیع العالمین بنعمه، ما الدلیل؟ همچنین تو هم گفتی که پروردگار من الله است، ذاتی که مرا تربیت کرد و پرورش کرد و تربیت و پرورش کرد جمیع جهانیان را با انواع مثلا نعمتش. دلیل چیست؟ فقل الدلیل آیاته و مخلوقاته، بگو که دلیل آیات های خودی او ذات است و مخلوقات خودی او ذات است. الآیات جمع آیه والآیه فی اللغه میشه، فهمیده؟ فی اللغه، فی اللغه الاضافه کنید، چون که اگر لغتا بیاد اگر فی مگم ننویسید، میتونید که فی رو کور کرده گوید که والآیه لغتا گوید، اگر فی آورید اگر میگید که والآیه فی اللغه. العلامه علی الشیء، آیت در لغت به معنای نشانه بر یک چیزه، و دلاله علی الشیء، و دلالت به یگان چیز، یک چیزی هست که همین دلالت به فلان چیز کرده است. کما قال صلی الله علیه و آله و سلم آیه المنافق ثلاث، نشانه منافق سه چیز است، ای علامته، نشانش. اخرجه البخاری و مسلم من حدیث ابی هریره. قوله بآیاته، قول مؤلف گفت که با آیات هایش، ای العلامات و الدلالات الداله علیه سبحانه و تعالی، یعنی نشانه ها و دلیل هایی که اونها دلالت به او سبحانه و تعالی میکنند، به وجود او میکنند. فجميع هذه الكائنات التي ترونها كلها كانت معدومه،
بس جمیع این کائناتی که تو ویها را دیده ایستادی تماشا کردی همه اونها معدوم بودن، یعنی نبودن، در وجود نبودن. ثم ان الله اوجدها، سپس الله و درستی ویها را ایجاد کرد و خلقها، آفرید ویها را بقدرته سبحانه و تعالی، با قدرت‌های خودش سبحانه و تعالی. و منها خلق يتجدد مثل النبات والمواليد وأشياء ما كانت موجودة ثم وجدت. و بعضی از اونها میگود خلق و مخلوقات، خلق معنی مخلوق است، مخلوقاتی هستند که یتجدد، هر روز، هر ساعت، هر لحظه چی میشن؟ از نو به نو پیدا شدن میگیرن. مثل النبات، مانند گیاها، و الموالید، و یعنی که فرزندها، تولد شدگی ها، خواه از حیوان باشه، خواه از پرنده، خواه از درنده، و چیزهایی که ما کانت موجودتن، موجود نبودن و ثم وجد، بعد از آن به وجود آمدن، وجدت. و انتم تنظرون الیه، شما به اونها نظر می اندازید. من الذی یخلقها، کی ویها را، کس ذاتی که ویها را آفریده است؟ هو الله سبحانه و تعالی، اوست الله سبحانه و تعالی. هل تخلق نفسها، آیا اونها خودشون یعنی که می آفرند؟ هل احد من البشر خلقها، یا یگان کس از بشر ویها را آفریده است؟ لا احد ادعا هذا، یگان کس این دعوا نمی کند. ولا یستطیع ان یدعی، حتی دعوا کردن هم قابل نمی، یعنی که قادر نمی باشد، قادری دعوا کردن هم نیست که من همین فلان کوه آفریدم، فلان درخت آفریدم. نه. قال الله تعالی ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، آیا ایشان به وجود آمدن من غیر شیء، ای من غیر موجد لهم، به یگون ایجادگر و یا راست نکرده خودشان به وجود آمدن، ام هم الخالقون، یا خودشان را آفرنده اند، یا که خودشون راست کردن. ام خلق السماوات والارض، یا که آسمان ها و زمین را آفریدن. بل لا یوقنون، یعنی بلکه ایشان یقین باور نمیکنن، یعنی لا یعلمونه یقینا بل بشک، اینا نمیدونن بلکه شک میدن، شک آورن. هذه الاشیاء ما اوجدت نفسها، این چیزها خودشان به وجود نآوردن. او اوجدها غیرها من المخلوقات ابدا، یا که اونها رو به وجود آورده باشد غیر اونها از دیگر مخلوقات هرگز. لم ولن يخلق احد شجرة او بعودة او ذبابة، خلق نکرده است و خلق نخواهد کرد کسی یک درختی را، یا یک پشه میده را، یا یک پشه کلان را. ان الذين تدعون من دون الله، به درستی اون معبودانی که شما ویها را غیر از الله میخوانید، لن يخلقوا ذبابا، پشه را آفریده نمیتوانند. ولا یجتمعوا له، اگر در اطرافی همون پشه را راست کردن جمع هم شدن. الحج. فهذا الخلق، بس این مخلوقات يدل على الخالق سبحانه وتعالى، دلالت به آفرنده می باشد سبحانه وتعالى. ولهذا لما قيل لاعرابي على البديهه، برای خاطر این است چون برای یک عربی، عرب‌های بادیه نشین، صحرانشین گفتن على البديهه، به فراست و به طریق فراست پرسیدن، بما عرفت ربك، از روی فراست گوید که تو پروردگارت چه خیلی شناختی. ما احتیاج قلم داره؟ خب عربی گفتن تو پروردگارت چه خیلی شناختی؟ گفت که قال البعره تدل على البعير، بعره گفتن اون پارو رو میگن، پاری نجاستی حیوان، اخلاق همون اخلاقی بعیره، اینی اخلاقی شتور میگن. اخلاقی شتور دلالت به بدون شتور میکنن. یک جور یک کشورم دیدید که هیچ حیوان هیچ چیز نیست، اینه که دیدید که همونجا اخلاقی چی شتور شناختید، میدونید که در همین گرد اطراف چی بوده است؟ شتور است. والاثر يدل على المسير، اثر یعنی ایز با دلالت به گذشت میکنه. یک جو ایزی انسان دیده میگه که همیشه آدم گذشته است. الا يدل هذا الكون على اللطيف الخبير، مگر این دنیای بزرگی کلان
دلالت به اون ذات نمیکند که اون ذات لطیف باریک بین و خبردار است. اذا رأیت اثر قدم علی الارض، وقتی که تو ایزی قدم را در بالای زمین بینی، اما یدلک هذا، آیا این تو را دلالت به اون نمیکند که علی ان احدا مشى علی هذه الارض، که کسی به بالای این زمین گذشته است. اذا رأیت بعر بعیر، وقتی که تو اخلاط یگان اشتر بینی، الا یدلک هذا، آیا این تو را دلالت نمیکند به این که ان هذه الارض فيها ابل، در این زمین چی بوده است که این اشتران بودن. او مر علیها بعیر، یا که نباشنم که همیشه به هم بالای اون مرور کرده گذشتن اشتران. البعرة تدل على البعير والاثر يدل على المسير. اخلاط دلالت به بودن اشتر میکند و ایز دلالت به چی میکند؟ به گذریش میکند که همیشه به کسی گذشته است. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن، تبازي جو ومن فيهن وما فيهن وما بينهن. و بعضی از آیات‌های الله شب و روز و آفتاب و ماهتاب، و بعضی از مخلوقات و آسمان‌های هفتگانه و هفت زمین و آنچه که در این دو است و میان این دوست، یا که در این هاست و در میان این دوست. قال الشارح قوله و من آیاته اللیل و النهار، بعضی از آیات‌های الله شب است و روز است و شمس و القمر آفتاب و ماهتاب است. فالآیات على قسمين، آیات ها دو قسم میشن. القسم الاول آیات کونیه تشاهد، آیات های کونی میباشند، در دنیا بودگی نشانه ها میباشند که ویاره تشاهد، مشاهده کرده میشود. مثل السماوات والارض والنجوم، مانند آسمان ها و زمین و ستارگان، و الشمس والقمر والجبال، آفتاب و ماهتاب و کوه ها، و الشجر والبحار، درختان و بحرها. سمیت آیات، همین این نامبرشدگی‌ها چی میگن؟ آیات میگن. لانها بها دلالات، زیرا که به طفیل اونها دلیل هاست على خالقها سبحانه وتعالى، با آفرنده خیش سبحانه وتعالى. ولهذا يقول ابو العتاهية، برای خاطر همین است که ابو العتاهية نامی او اسماعیل ابن قاسم میباشد، اسماعیل ابن القاسم. خلاصه یعنی برای خاطر همین است که ابو العتاهية گفته است فیا عجبا کیف یعصى الاله ام کیف یجحده الجاحد. فیا عجبا، تعجب است میگوید، چه خیلی میگوید اله را عاصیگی کرده میشود، یا چه خیلی میگوید او را انکار کننده انکار میکند. و فی کل شیء له آیه، در هر یک چیز برای اون پروردگار یک نشانه هست که دلالت میکند علی انه واحد، دلالت میکند که همون الله واحد است، تنها است. ولله فی کل تحریکت و تسکینت فی الورى شاهد. و برای الله، یعنی برای وجود الله در تمام هر یک چیز جنبنده، هر یک چیز خاموش در درون مخلوقات شاهد هست. فکیف یجحد احد الله عز وجل، پس چه خیلی میگوید کسی الله را انکار میکند عز وجل. و یقول لیس هناک رب لهذا الكون کله، میگوید که در آنجا مثلا پروردگار نیست برای این دنیا همش. و هذه المخلوقات وجودت من غیر خالق، میگوید که این مخلوقات به وجود آفرنده به وجود آمدن. و این وجودت بخالق فمن هو هذا الخالق. اگر یافت شود، یعنی اگر اینها به وجود آمده باشند با یک، یا که به یاردم یا که به طفیل یک آفرنده، فمن هو هذا الخالق، این آفرنده کیست؟ غیر الله سبحانه و تعالی کیست؟ بینی، برای من بیان. لا تجد خالقا غیر الله سبحانه، و غیر از الله یگون خالقی نمیابی. یعنی یک کس پرسد اگر یعنی پروردگار نداره، پس سوالش که با کیست غیر از الله، جواب دادن نمیتوند. غیر از جواب یک تا الله است. ام خلقوا لله شرکاء، آیا برای الله شریکان را آفریدند؟ خلقوا که خلقه، همون شریکان جعلوا بود است. ام جعلوا لله شرکاء، یا برای الله شریکان قرار دادند. خلقوا، همون شریکان آفریدن، که خلقه، همچون آفریدن همون الله. یعنی این بت‌هایی که شما در برابری الله گرفتید یگون چیز راست کردن، هم مانند آفرینش الله باشند.
انا میگم استفهام تنکیره، ای لم یخلقوا کخلقه، هرگز یگون چیزی را نآفریدن که و یا مانند آفرینش او باشند. فتشابه الخلق علیهم، که آفرینش این مخلوقان به اونها مشابه شوند، یعنی اختلط علیهم خلق الله بخلق اولیائهم، یعنی که مثلا با شما بگوید که این زمین الله راست کردگی و این زمین یعنی بت‌ها راست کردگی، یعنی شبهه شده کدومش این الله بود کدومش این نه، یگون چیز راست نکردن که حتی مشابه شود، نگو هم مانند شود. قل الله، بگو الله است خالق کل شیء، آفرنده تمام چیز، و هو الواحد القهار، او یکتا است و القهار صاحبی قهر است. القسم الثاني الآيات القرآنية، آیات های قرآنی می باشند، التي تتلى، اونایی که و یا تلاوت کرده میشن من الوحی، از وحی المنزل نازل شده علی النبی صلی الله علیه و علی الرسول صلی الله علیه و سلم. هذه كلها ادله على وجود الرب سبحانه و تعالی، همه اینها دلیلا به وجود پروردگاری که او سبحانه و تعالی است، و علی کماله و صفاته و اسمائه، و کمال او و به صفات او و به نامهای او، و علی انه مستحق للعباده وحده لا شریک له، همه اینها دلیل است که او لایق عبادت تنها شریک ندارد. كلها تدل على ذلك الآيات الكونية والآيات القرآنية، همه اینها دلالت به اون میکنند، خواه آیت کونی باشد و خواه آیت قرآنی باشد. الآيات الكونية تدل على خالقها وموجدها ومدبرها، نشانه های کونی دلالت به آفرندی، به آفرینش خودشون میکنند و به ایجاد کنندی خودشون و به چاره بینندی خودشون میکنند. والآیات القرآنیه فیها الامر، آیات قرآنی در اونها امر است به عبادت الله سبحانه و تعالی، به عبادت الله، و فيها تقرير توحید الربوبیه والاستدلال به على توحید الالوهیه والامر بعبادت الله سبحانه، در اونها اعتراف است، تقریر توحید ربوبیت است و دلیل است به همون به توحید الوهیت در درون آیات‌های چی قرآن را گفتند. والامر بعبادت الله سبحانه، در اون یعنی امر به عبادت الله سبحانه است. كل القرآن يدور على هذا المعنى، تمام قرآن در اطراف این معنی دور میزنه. و انزل من اجل هذا المعنى، و نازل کرده شده تمام قرآن را به خاطر ان همین معنا و معنای توحید چی؟ توحید الوهیت. و من آیاته الليل و النهار، بعضی از آیات الله شب و روز است، و الشمس و القمر، آفتاب و ماهتاب. هذه من اعظم آیاته سبحانه و تعالی، اینها از همه بزرگترین آیات الله سبحانه و تعالی است. الليل المظلم الذي يغطي هذا الكون، شبی تاریکی که این دنیا را میپوشاند، پرده پوش میکند. و النهار المضیء الذي يضيء هذا الكون، و روزی روشنایی دهنده که این دنیا را روشنایی میدهد، روشنایی میکند. فینتشر الناس لاشغالهم، مردم برای زیست و زندگی و مشغولیت خیش چیکار میکنن؟ پهن میشوند در روی زمین. الله تعالی فرمود قل ارأیتم ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا، بگو ارأیتم ای اخبرونی، مثلا ارأیتم به معنی اخبرونی، مرا خبر دهید اگر الله بالای شما شب را دائمی قرار میداد، این یوم القیامت، تا روز قیامت، من اله غیر الله یاتیکم بضیاء، غیر از الله کدام اله هست که با برای شما روشنایی را بیارد؟ ای بنهار تطلبون فیه المعیشه، برای شما روز بیارد که در اون روز شما برای معیشتتون درخواست کنید. افلا تسمعون، آیا بس شما نمیشنوید؟ سماع یعنی سماع فهم و ادراک و قبول ادراک و درک نمیکنید، همین نمیبینید. قل ارایتم، با خبر دهید مرا، بگو اگر الله بر شما روز را ابدی همیشه قرار میداد، دائم روز میشد الی یوم القیامت، تا روز قیامت، من اله غیر الله یاتیکم بلیل، کس غیر از الله یکم معبود برای شما شب را آرد که شما تستقرون قرار بگیرید و تستریحون فیه، در اون شب شما راحت کنید. اون راحتی که شما تسکنون راحت میکنید در اون راحتی که شما در شب راحت میکنید، در روز هرگز راحت قرار نمیتونید. افلا تبصرون، ای افلا ترون هذه المنفعه العظیمه، آیا این منفعتی بزرگ چشمتون دیدتون نمیبیند؟ و من رحمته، و بعضی از رحمت پروردگار نسبت شما، رحمته بكم مثلا، جعل لكم الليل والنهار، برای شما شب و روز قرار داد. برای چی؟ لتسکنوا فیه، تا اینکه شما در او آرام شوید. در کدومش؟
فی اللیل، یعنی در شب گسترده. و تبتغوا من فضل، از فضل و مرحمت او طلب کنید، کاوه فایده بره، یعنی که چیزی گسترده است، روزی گسترده است. ولعلکم تشکرون، شاید که شما این نعمت دیده، چشم گشاده، فهمیده چیکار کنید؟ سپاسگزاری کنید. هذا من اعظم آیات الله، این است از بزرگترین یعنی آیات الله. هذا اللیل، این شب، و هذا النهار، این روز. لا الوقت كله لیل، نه آن است که تمام وقت شب باشد، ولا الوقت كله نهار، نه آن است که وقت همش روز باشد. لانه لو كان كذلك تعطلت مصالح العباد و تعبوا، اگر این خیل میشد شب و روز یک تاش دائمی بود یا یک دیگه دائمی بود، یعنی مصالح بندگان، فایده های بنده ها چی میشد؟ ویرون میشد و تعب و مردم خودش عذاب میکشید. جعل الله لهم الليل والنهار يتعاقبان، الله سبحانه و تعالی برای ایشان شب و روز را قرار داد که اون شب و روز یتعاقبان در نوبت خود پیش عاقب می آیند، پس هم می آیند. ثم ان الليل والنهار منتظمان، با این شب و روز بینید که به درستی با منتظم، با نظام راه میرند. لا يتخلف واحد منهما، یکی از دیگر دیر نمیماند. ولا يتغير على نظام واحد، بر یک نظام دیگرگون نمیشه، یک نظام به دیگر نظام نمیگذارن. مما يدل على حکمت الحکیم سبحانه و تعالی، همینا دلالت به حکمت اون صاحب حکمت سبحانه و تعالی میکنن. افعال العباد و صناعاتهم، کارهای بنده ها رو بینید، صناعتهای بنده ها راست کردگی چیزا رو بینید، تخرب ویرون میشن و تختلف، مختلف میباشند، مهما كانت و چه خیلی که نباشند، و تعطل ویرون میشن. و اما مخلوقات الله سبحانه و تعالی، مخلوقای الله راست کردگی چیز باشه، فانها لا تخرب، خراب نمیشن، الا فی وقت یأذن الله فیه بخرابها، مگر اون وقت ویرون میشن که همون وقت الله سبحانه و تعالی در اون وقت چی اذن داده باشه به خرابی اونها. فاللیل و النهار مستمران، شب و روز مستمرن، بردوامن. لم يتعطل احد منهما، یگون تی اونها ویرون نشده است. بینما صناعت الخلق، آنجا که صناعت مردم میبینه تتعطل و ویرون شده ایستاده است، و تخرب و خراب شده، و تفنی فانی گفت نیست و نابود شده. و این کانت قویتا او ضخمه، گرچنده که چیزهای راست کردی مخلوق با قوت و با حشمت و بزرگ باشند. کم تشاهدون من السيارات المرمية والطائرات والبواخر مع انها قوية ومعتنى بها لكونها تخرب و تتعطل. چقدر میگه چیزها رو شما مشاهده میکنید، میبینید با چشمتون، از نقلیات های پرتافتگی و هوا سمالیات ها و کشتی ها بواخر، با وجود این که با قوتن معتنا، چقدر کشتی هایی هستن که همه قدر بزرگیشون خیلی ویرون شده، در زیر بحر هستن، تا امروز برآوردنشون نمیتونن. و معتنا اهمیت داده شده دیگه به اونها. در وقتی کار کردن چقدر انجینرها در اطراف بیا جمع شده دیگه، سرشون سفید کردن، لکن ها با میبینه با وجود همه اینها چی هم تخرب خراب شده سالیان و تعطل ویرون شده. هل تعطل اللیل او تعطل النهار، آیا شما دیدید شب و روز یگون اینها ویران شده باشد؟ لا، نه، لان صانعه قدیر حکیم، چون که آفرنده اون شب و آفرنده اون روز ذات است که او توانا است، حکیم است، محکم کار است. جل و علا. صنع الله، به صنع الله تماشا کنید. الذي اتقن كل شيء، اون ذاتی که در هر یک کار یعنی محکم کاری، سخت کاری کرده است. و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم تسلیما مزیدا.